درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 56. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی عنعنه قدیم نثر کهنه شرق و صنعت گوینده‌های متخصص خلق را با اصول ایجادی خود یکجای کرده، اسلوب مخصوص نویسنده ریالیست، زندگی نگار و تاریخ شناس را به وجود آورده است که تنها به خود او خاص می باشد. سرگئی برادین. امیدوارم که خوانندگان از من عبرت گرفته گشته و برگشته به ایجادیات این استاد کلام بدیعی عینی مراجعت میکنند. چینگیز ایتماتوف. قاضی عبدالواحد صدری سریر، تولد 1224، وفات 1303. از تحفة الاحباب. بوستانی وجود زیجود سعادت نمود، آن مکرمت پناهی مروت انتخاب، از فطرات مطرات فیض سبحانی و رشحات فضل یزدانی سرسبز و شاداب و برومند و کامیاب باد. بعد از رفع سلام نموده می آید که کرامی القدر آخوند ملا عبدالصمد الذی لم یکن له فی صورت اخلاصه کفوا احد بدائی ارتباط دیرین و آشنایی پیشین دارد. در ساده لوحی ها سبق از صفحه آینه برده اند و در صدق و راستی با صبح صادق از یک گریبان سر برآورده. علاوه ساده لوحی ها آنکه امثال ما دعاگویان که در میزان اعتبار سنگی نداریم و گمان اعتبار در تخفیف مؤونت دیوانی و مرجوعات سلطانی شافع و مشفع قرار داده و تحمل مشاق خود را به اینجا رسانیدند. بیز ضروره ناامیدی و مایوسی را روا نداشته، چوبی من پیش پای سؤالش ننهاده، خایب و خاسرش باز نگردانیده، به ابراز دو سه کلمه خاطر پژوهی و دلجویی نموده، تصدیع به طبع همگنان روا داشته، یعنی مما الیه
و امید سرخ روی ها یک زمین رویان کشت کرده بودند. چون هنگامی در او رسیده بسانی مزرعه زعفران زردرویی بار آورده. رویان گیاه است که کم از 3 سال به کمال نمی رسد. ریشش برنگی متاع صرف می یابد، اما شاخ و برگش به چیز کار نمی آید. به مضمون التنصیف عین الانصاف که مقتضای شریعت غرا و ملت بیضای ابوالقاسم است، علیه افضل الصلات نصف هم شود رواست و به فحوای العرف کالنص به چیزی که معروف و مشهور است اکتفا نمایند بجا. اما ملتمس دام الله آن که از برگ و بار و خس و خاشاک آنچه بر روی زمین است داروغگان استفا نمایند و هر چیزی که به زبر خاک پنهان است به حکم لا تجسس ننموده به دام الله واگذارند و یک قطعه از زمین را ناکاشته شمارند. مروت بهانه جوست، کرم التفات خو، دیگر چی نمایم؟ سریر در اثنای قاضیگی غژدوان به مرض موت گرفتار شده، از غیر معذور شدن به بخارا کوچیده، در آنجا 22 شوال 1330 وفات یافته است. 79 سال عمر دیده است. میرزا عظیم سامی بوستانی در مرثیه و تاریخ او نوشته: تاریخ و مرثیه. قاضی عبدالواحد صدر آن خردمنده که بود، از سریر خامش حاصل اداهای لطیف. یای قاضی عبدالواحد را وزن مقصود نمی گنجاند مگر حرف عین بنابر قرب صدا به همزه مشتبه شده است. دویم، در 3 نسخه که از نظر گذشت با کافی رابط کز قید شده است، از آنجا که در مصرع اول موصوف منکر به کاف ربط یافته است، در آن خردمندی که در مصرع دوم زاید است. بنابراین برخلاف نسخه از نوشته شد. قاضی عبدالواحد صدر آن خردمندی که بود، از سریر خامش حاصل اداهای لطیف.
از شکر افشانی کلکی معانی پرورش، کام اربابی فضیلت دیده لذاتی لطیف. توسنی فکری دقیقش گرم جولان گر شدی، فارسانی عرصه دانش کجا گشتی رفیف. آنقدر بالا روی ها داشت فکری ثاقبش، کش نگشتی عقل اول وارداتش را حریف. مولدش بلخ و بخارا، مسکن و مشرب صفا، با مزاجی هر کی می جوشید از خوی منیف. چون ضرور افتاد امری ناگزیرش از قضا، تابعاً بالله شد در جنت المأوا وقیف. داغ شد فضل و ادب، خون گشت و دانش خاک شد، گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر طریف. ترید مردود یا کی ویران و کهنه، طریف نادر یا کی تازه و نوزاد است. داغ شد فضل و ادب، خون گشت و دانش خاک شد، گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر طریف. از فراقش طالبان را صدمه سختی رسید، شور محشر شد هویدا از اداهای عنیف. نیست ممکن دهر بعد از قرنها پیدا کند، مثل او قاضی شرع و حامی دینی حنیف. شد پی گل کردن سال وصال و رحلتش، داد و آه و ناله بیرون از بخارای شریف. مخفی مباد که بخارای شریف 1404 است. هرگاه داد، آه، ناله که 101 است بیرون شود، بقیه 1303 میماند که مطلوب است. ملا عبیدالله صهبای پنجشنبگی میانکاری در کهنسالی به اوایل عصر 14 هجری وفات کرده. از تحفة الاحباب. چو مهران حسن یکتا تا به داروگیر می آید، نگاه از دیده تا مژگان به صد شبگیر می آید. تعلق کیست تا گیرد عنانی وحشتی ما را، صدای فتح باب از ناله زنجیر می آید. زگر ما هنگی سازی جنونی ما چه می پرسی، زبانی خامه عشاق آتشگیر می آید. زیارتگاه پیران
لازم آمد پادشاهان را، به طوحی صبح اول مهر عالمگیر می آید. نسیم صبح حل عقده کاری بهار آمد، ز فیض توست گر در فکر من تأثیر می آید. شبی در خواب دیدم مطلع خورشید گردیدم، سراپای تو در آغوش من تعبیر می آید. ز فیض آگهی افسرده طبعان راست تأثیر، اگر شبنم به کار غنچه تصویر می آید. مقیم چارسوی عنصرم، سودم ببین صهبا، زیانکاریست تا از داد در تخمیر می آید. در تذکیره افضل مقطع این غزل به این رنگ قید شده است: بجز رنجی حوادث چیست در معموره گردون، ز آغوش کمان صهبا هجوم تیر می آید. میرزا حید تقصبا صهبای وابکندی از تومن بخارا، شهید 1336 1918. از تذکیره صدر ضیا. گفتم همه پابند تو شد، گفت شما چی؟ گفتم ز غمت سوخت دلم، گفت به ما چی؟ گفتم چی شود حاصل ما؟ گفت ندانم. گفتم به سرم دست بینه، گفت که پا چی؟ گفتم کی بود عاشق تو؟ گفت که صهبا. گفتم که چرا ظلم کنی؟ گفت چرا چی؟ سودای خمی زلف تو تا بر سرم افتاد، صد درد و الم در دل غم پرورم افتاد. از بس که ز هجران تو من غصه کشیدم، خون شد دل مجروح و ز چشم ترم افتاد. از آتش هجری تو ز بس سوخت وجودم، صد شعله اندوه به خاکسترم افتاد. بی روی تو من خوابی فراغت نتوانم،
خاری علم از هجری تو در بسترم افتاد. از شدت درد و غم و اندوه فراقت صد لرزه جانکاه در این پیکرم افتاد. از یاد می لعلی تو خون شد دلی صهبا، شورابه حسرت همه در ساغرم افتاد. کی تواند که کند فتنه مهیا نرگس، زین سبب نیست به چشمانی تو همتا نرگس. فتنه و مستی و ناز است به چشمی تو، ولی سر به سر هست از این جمله مبرا نرگس. گشتم مست من از نشأه چشمی سیهش، نیست آگاه ز کیفیت صهبا نرگس. گر برافتد عکس رخساری نگاری من در آب، می توان کردن تماشایی گل و گلشن در آب. بر لبی جو عارضش یک شعله پرتو افکند، می شود شمع و چراغ و مهر و مه روشن در آب. عارضی گلگون اگر شوید به دریا ماهی من، صد جهان موجی لطافت می کند مسکن در آب. بحر گردد تر زبان از موج در وصفی خطش، بشکند از خاری ماهی صد گل و سوسن در آب. در تمنای شرابی وصل او صهبا مدام، غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب. در این بیت مصرع اول مدام و در ثانی عمرها در یک مظروف ظرف شده‌اند، بنابراین یکی از این دو زاید است. در تمنای شرابی وصل او صهبا مدام، غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب. صهبا پیری روشن ضمیر خانقاه انقلاب و تجدد است، مما الیه و صفت شاعر در وقتی که امیر عبدالاحد حاکم کرمینه بود به خدمت جلب شده. بعد از آن که امیری مذکور به جای پدر حکمران گردید، صهبا هم به خدمت دربار مانده. صهبا بنابر سابقه خدمتش هرچند به منصب‌های بزرگ رسید، اما از آنجا که همیشه فساد اهل دربار و نواقص حکومت امیر را دلیرانه تنقید می کرد، نه از امیر، نه از وزیر و نه از سایر اهل دربار و علما روی گرمی ندید. در سال 1915 به سپارش سفارتخانه نیکلای از خوشبیگی تنبیه دید
1917 ماه اپریل به مناسبت نمایش جوان بخاریان در ارک بخارا محبوس و پس از تخفیف نایره اختلال همراه رفیق دیرینه و هم مسلکی پیشینه اش حاجی دادخواه حاکم معذوری یک کباخ و قبادیان نفی بدرقه گردیده. در سال 1918 به مناسبت واقعه کاریسف به فرموده امیر آریم به مباشرت دوران بیک نام حاکم ظالم این دو پیری روشن ضمیر به یک صورت وحشیانه شهید شدند. رحمتی بر خاطری امیدواری من برید، رحمتی بر خاطری امیدواری من برید. زندیار و شرطنگم شهریاری من کجاست؟ لوچاری دو مرا در شهریاری من برید، لوچاری دو مرا در شهریاری من برید. یا به من از خاک پایش سرمواری آورید، یا مرا در رهگذاری شهواری من برید. گر همی خواهید جان آسان دهم هنگامین از جای تکبیر و تلاوت نام یاری من برید، جای تکبیر و تلاوت نام یاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی زیدر، جمع بینشینی بیاد از روزگاری من برید، جمع بینشینی بیاد از روزگاری من برید. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 56 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.